آیا از گناهایت به تنگ آمده ای؟ گناهایت تو را پریشان ساخته؟ و آیا گناهایت آرامشت را ازت گرفته؟ پریشان نباش و اندوهگین نباش. من ازت سوال میکنم، آیا گناهای تو بزرگ است یا آسمان بزرگ است؟ حتما میگه گناهای من بزرگ است. آیا زمین بزرگ است یا گناهای تو بزرگ است؟ حتما میگه گناهای من بزرگ است. بازم ازت سوال میکنم، آیا گناهای تو بزرگ است یا این کوه بزرگ است؟ حتما میگه گناهای من بزرگ است. سوال اخیر من از تویی است، آیا گناهای تو بزرگ است یا رحمت پروردگار بزرگ است؟ حتما با کمال اخلاص و ارادت میگه که رحمت پروردگار بزرگتر است. این گناه بزرگ تو را امو الله بزرگ میبخشه، به شرطی ازی که بازگشت داشته باشیم به سوی خدا و توبه صادقانه بکنیم. الله متعال میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله متعال تمامی گناه ها را میبخشه. السلام علیکم و رحمت